تنها باز کردن آتش در میدان جنگ و برنامه‌ریزی استراتژیک پشت پرده حائز اهمیت نیست. همیشه در پشت صحنه جنگ‌ها فاکتورهای مهمی چون مسائل اقتصادی مانند نفت و پول و زمین وجود داشته. این فاکتور مهم باعث به وجود آمدن بزرگترین و پیچیده‌ترین جستجوی گنجینه در جهان شده. تو این ویدیو قراره درباره طلاهای هیتلر صحبت کنیم. اسم من امینه و به کانال امینیشن خوش اومدید. زمانی که جنگ جهانی دوم در اوج خودش بود، آدولف هیتلر میدونست که برای پیاده سازی برنامه‌های خودش به چیزی بیشتر از بمب و ارتش نیاز داره. او به طلا نیاز داشت و همینطور در آن زمان او نگران پیوستن ایالات متحده به جنگ بود، چون این کشور دارای تجهیزات و سلاح‌های از جمله سربازان، تانک‌ها، موشک‌ها و سلاح‌های دیگر بود و در مقایسه با آلمان و متحدینش هیتلر باور داشت که اگر ایالات متحده به جنگ بپیونده باعث باخت آنها خواهد شد. با درک این موضوع که او می‌دانست از نظر جنگی نمی‌تواند با آنها رقابت کند، هیتلر یک برنامه ریزی کرد. بین جنگ جهانی اول و دوم اقتصاد آمریکا دوره بسیار سختی را تجربه می کرد. بحران بزرگ سهام در سال 1929 اتفاق افتاده بود و وضعیت پیش از اون نیز دردسرساز بود و از اونجا به بعد حتی بدتر شده بود. پس از شروع بحران اقتصادی بزرگ، کشورهای مختلف در طی 20 سال با مشکلات مالی شدیدی مواجه شدند. در حالی که اقتصاد آمریکا در طی بحران اقتصادی بزرگ در حال فروپاشی بود، به منظور پیشگیری از این موضوع، روزولت در سال 1934 قانون حفاظت از طلا را تایید کرد که مالکیت فردی بر طلا را ممنوع می‌کرد. فورت ناکس مرکز جهانی ارزه. اگرچه طلا بسیار گرونه، با کمبود آن بازار صعودی خواهد شد و اگر تعداد زیادی از طلا به بازار وارد شود، ارزش آن کاهش می‌یابد، چون بازار سقوط خواهد کرد. اگر تعداد زیادی از طلا به بازار عرضه شود، بازار می‌تواند سقوط کند. هیتلر طلای زیادی داشت، بنابراین او برنامه ریزی کرد تا از این موضوع بهره ببرد و باعث سقوط بازارها شود. هیتلر می‌دانست که اگر بازارها سقوط کنند، بدون توجه به سیاست‌ها و راهبردها، متحدان دیگر به جنگ نمی‌پیوندند و مهمتر از همه کشورها با مشکلات اقتصادی درون خود درگیر خواهند شد. در نتیجه او می‌توانست پیروز شود. هیتلر فهمیده بود که آمریکا در حال انتظار خطرهای احتمالی بود و نیاز به کمک داشت. در آن زمان ایالات متحده تلاش می‌کرد که از جنگ دوری کند. سیستم امنیتی داخلی و سایر سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکا بسیار قوی بودند و همین باعث می‌شد که هیتلر بدونه که نمی‌تواند به راحتی به شمال آمریکا سفر کند، به یک فروشگاه طلا برود و طلاهای خود را برای میلیون‌ها دلار بفروشد. به جای آن طلاهایش را در مکان‌هایی مخفی و ناشناخته در سراسر ایالات متحده قرار داد تا آماده جمع‌آوری شدن باشد، البته در صورتی که در جنگ شکست بخورد. هیتلر هیچ وقت برای برگرداندن طلای خود باز نگشت و به جای آن را در مکان‌های مخفی و رازآلود در سراسر کشور قرار داد. قطعاً برای شما پرسش بزرگی پیش خواهد آمد که طلاهای گم شده هیتلر کجا هستند؟ خوشبختانه برای ما نقشه‌ای به جا مانده. این نقشه گنج نقشه لوم نام دارد. یکی از محبوب‌ترین نقشه‌های تاریخ اخیر است. این نقشه توسط یک حامی نازی ناشناس در آمریکا ساخته شده است. بر اساس افسانه‌هایی که در رابطه با این نقشه گفته شده، هنگامی که نازی‌ها طلاها را در آمریکا پنهان کردند، آن را در خانه حامی نازی‌ها که فردی آمریکایی بوده مخفی کردند و با بیش از 100 تن طلا در ملک خودش به او گفتند که منتظر سیگنال آنها برای خریداری کردن بازار بورس در آن زمان. مرد منتظر ماند، منتظر برگشت نازی‌ها برای بازیابی طلا، اما با پیر شدن مرد ناشناس و پایان جنگ او تصمیم گرفت یک نقشه پیچیده بسازد و آن را نقشه لوم نامیدند. او این نقشه را به این علت تهیه کرد که اگر او نیز مرد، همراهان او بتوانند طلاهای خود را جمع‌آوری کنند. با این حال هنگامی که نیروهای نازی سعی در بازگرداندن طلاهایشان کردند،
مرد مذکور درگذشت و تنها یک نقشه باقی مانده بود. نیروهای نازی برای پیدا کردن طلاها در خانه او به دنبال آن رفتند و بازرسی‌های بسیار کردند، اما موفق نشدند که طلاها را پیدا کنند. آنها به دنبال طلاها بودند تا زمانی که هیتلر دستور قطع جستجو را داد و آنها به آلمان برگشتند. پس از اینکه نازی‌ها آمریکا را ترک کردند، دولت آمریکا از بهترین ماموران FBI و CIA برای تلاش در تفسیر نقشه ها استفاده کرد. اما آنها نیز نتوانستند که این نقشه عجیب را تحلیل کنند و در نهایت دولت آن را به صورت عمومی منتشر کرد تا شاید کسی بتواند تفسیری از آن انجام دهد. اما در آخر هیچ کس نتوانست رمزگشایی کند. کدشکنان حرفه‌ای و نقشه‌خوان‌هایی که همگی حرفه‌ای بودند نیز روی این نقشه سالیان سال کار کردند، اما همه تلاش‌ها بی‌نتیجه موند. با وجود 100 سال جستجو برای گنج مخفی، گنج پنهان هنوز پیدا نشده. اما گنج مخفی تنها گنج از دست رفته و به دست آورده از طریق نازی‌ها نیست. اتاق امبر نیز در طول جنگ جهانی دوم با بیش از 600,000 اثر هنری توسط نازی‌ها و آدولف هیتلر از سراسر اروپا به دست اومده بود. در حالی که برخی از اثرهای هنری سرقت شده به صاحبان اصلی خودشون بازگردانده شدند، بسیاری از اونا هنوز نامشخص هستند. اتاق امبر یک مجموعه پیچیده از پنل‌های دیواری سقف آویز فلوریدایی است که در اوایل قرن 18 ساخته شده. با این حال با گذشت 60 سال از شروع جستجوی گنج پنهان همچنان پیدا نشده است. سالن امبر یکی از ارزشمندترین اثرهای هنری روسیه بود. این سالن شامل بیش از 600,000 قطعه جواهرات سبک باروک و نقشه‌های گرانبها از دوران تاریخی مختلف بود. در سال 1716 پادشاه پروسیایی فردریک ویلیام یک به عنوان نشانه‌ای از همکاری پروسی و روسیه دیوارهای سالن امبر را به پیتر بزرگ امپراتور روسیه هدیه کرد. این سالن در کاخ کاترینا در شهر پوشکین قرار داشت و به عنوان 8مین شگفتی جهان شناخته شد. در سال 1941 زمانی که نازی‌ها برای تهاجم به شوروی آماده شده بودند، سالن امبر در مدت 36 ساعت توسط آنها خالی شد و به دلیل اعتقادشان به اینکه این آثار هنری متعلق به آلمان بوده، به قلعه‌ای کنینگسبرگ آلمان منتقل شد. برای 2 سال آینده این سالن در کنینگسبرگ به نمایش درآمد. اما هنگامی که روند جنگ به نفع متفقین تغییر کرد، هیتلر دستور داد که اموال مسروقه و آثار فرهنگی مهم از کنینگسبرگ به جایی امن‌تر در آلمان منتقل شود. سال 1944 نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا شهر کنینگسبرگ را مورد بمباران شدیدی قرار داد و در سال 1945 نیروهای سرخ آن را فتح کردند. با وجود جستجوهای بسیار، سالن امبر هنوز یافت نشده. رهبر تیم شوروی الکساندر بروسوف به نتیجه رسید که اتاق امبر در نتیجه تخریب قلعه نیز به سرعت نابود شده است و اسناد آرشیو ملی روسیه نیز این نتیجه را تایید کردند. این فرضیه البته مطرح شده که این اقدام یک نوع تبلیغات جنگ سردی بوده تا نقش خود را در نابودی اتاق امبر در نتیجه حمله توپخانه‌های نیروی نظامی آمریکایی پنهان کنند، یا اینکه فقط به سربازان خود برای نابودی آن اشاره کنند تا کسی پیگیر پیدا کردن این اتاق نشود. اگر از دیدن این ویدیو خوشتون اومده، لطفاً با لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال ما باعث انگیزه بیشتر برای ساخت محتواهای بهتر و با کیفیت تر بشید. ممنون.